30% دختران و 20% پسران در تاجیکستان از تحصیل میانه حتمی دورند. Детям нужно больше учиться. نباید به این راه داد که دختران و بچه ها در کوچه ها کار کنند، ماشین شویند، راه روبند و پولچینی کنند. آنها باید زیاد بخوانند، در این صورت می توانند دانشگاه داخل شوند و صاحب جای کاری خوب گردند. Но и девочки. جسور یک نورسی 13 ساله تاجیک است که وضع فعلی هم سالانی خود را خوب می داند. بعد از شنیدن گزارش سالانه بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف درباره وضع کودکان، جسور گفت باید به همه کودکان شرایط برابر تحصیل و زندگی فراهم آورده شود. طبق گزارش یونیسف بعد از سالهای 2011 به دلیل کمبزاعتی خانواده‌ها، دختر تولد شدن کودکان و هم نیز در برخی از کشورها تعداد کودکان از مکتب دور مانده بیشتر شده است. سبب‌ها مختلفند. اکثرا در این مورد دختران انتخاب ندارند و تصمیم ادامه تحصیل را والدان آنها و جامعه میگیرند. یک سبب هم دور بودن راه مکتب است. سبب دیگری دور ماندن دختران از تحصیل حاجتخانه‌های مشترک در مکتب است. یعنی شرایط بهداری برای تحصیل دختران موافق نیست. برخی از دختران هم مجبورند به مکتب نروند زیرا باید به خانواده‌های خود کمک رسانند. با گفته خانم لوچیا علمی برای تغییر این وضع و ترغیب ضرورت تحصیل دختران، یونیسف در همجایگی با وزارت معارف تاجیکستان طی 2 سال اخیر برنامه مخصوصی را روی دست گرفته در منطقه هایی که میزان شرکت دختران در مکتب کم است کار میبرند. در دایره این برنامه آنها در 2 سال اخیر شرکت دختران در درس ها 6% افزوده است. ما در دایره این برنامه دختران را با نمونه یک دختر تحصیل دیده که صاحب جای کار و نفوذ در جامعه است شناس میکنیم. درباره تمام دستاوردهای او میگوییم تا در دختران دیگر هم این شوق بیدار شود و برای در مکتب ماندن تلاش کنند. طبق معلومات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف، تفاوت بین دختران از تحصیل کنار مانده از پسران هم چندان زیاد نیست. در جامعه‌ای که معمولا دور ماندن دختران از تحصیل مایه نگرانی بود، پسران هم پوره به تحصیل میانه فرا گرفته نشدند. مشکل اساسی در دهات این است که اکثریت کودکان کم توجه دارند به دانش آموزی. سبب اساسی این رو ما در آن دیدیم که در نتیجه تحلیل به ما معلوم گشت که اکثریتی که در دهه‌ها بخچه‌های مکتبی نیستند. از همین سبب کودکان از دوره تا مکتبی به تحصیل درست جلب نمیشن و کودکان که به تحصیل درست جلب نشدن از دوره تا مکتبی آنها بعد در دوره‌های زینه‌های رشد طفلی، رشد نورسی، آنها یک کار در زمین را یگانه درآمد زندگی می‌دانند. در تاجیکستان آمار تازه و دقیق در رابطه با کار کودک وجود ندارد. این مسئله معمولا در اساس پژوهش‌های سالهای 2004 و 2010 تحلیل می شود. گفته می شود در 98% حالتها نیروی کودکان در استحصال محصولات خواجگی قشلاق استفاده می شود. 20% کارمندان در تجارت خرد و میانه هم کودکانند. بنا به آمار سازمان‌های کار با کودکان بیش از 50,000 کودک در این کشور به کار وزنین مشغولند. برای رفع این مشکل سال پیش در تاجیکستان برنامه ملی از بین بردن کار سنگین کودک برای سالهای 2015-2020 قبول شد. مدینه دانشجوی دانشگاه اسلاویانی است و برای کمک به کودکان مخصوصا از منطقه‌های دوردست کشور در نشست یونیسف به مسئولین آن و سازمان‌های دیگری کار با کودکان پیشنهاد تأسیس مرکزهای دستگیری کودکان در ناحیه‌ها را کرد. Сегодняшние дети, они в основном сталкиваются. مشکل کودکان مخصوصا در منطقه‌های دوردست امروز به کمبزاعتی وابسته است. محض کمبزاعتی مانع رشد و صاحب معلومات شدن کودکان می شود. یک مشکل دیگر این است که آنها از حقوق‌های خود بی‌خبرند. Кроме этого, естественно, они не знают своих прав. ولی در مجموع بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف وضع کودکان تاجیک را در قیاس با 12 سال پیش بهتر ارزیابی می‌کند. به نظر آنها تاجیکستان با آن موفق شده است که مرگ و میر کودکان را کاهش و وضع حقوقی آنها را بهتر کند.